این دقیقا همون چیزیه که خیلی دوست داشتم تو سفر همراه من می بود و در واقع از این ابزار استفاده می کردم. ورا یکی از اون ابزارهاییه که هر کسی ابزار دوست داشته باشه دوست داره با این ابزار کار کنه. یه بار دست بهش بزنید کیفیت کوالیتیشو کاملا متوجه میشید. من یه کوچولو بازش کنم ببینید مابقیش قابل توصیف توی ویدیو نیست. البته که ورا اسپانسر من نیست و فقط خواستم به شما نشون بدم این هدیه یه دوست خیلی عزیز من از آلمان. سلام و ارادت، خوش اومدید به یک اپیزود دیگه از داستان من به دور اروپا. مسیر من از کرمانشاه دوباره میبایستی آغاز میشد و این بار به سمت کردستان، منتها از مسیر شهرهای روانسر، جوانرود، پاوه و داریان زیبا. داریان اسم روستایی در ابتدای رودخونه زیبای سیروان که اونجا سد داریان هست. و از داریان زیبا میبایستی از کنار رودخونه زیبای سیروان از روستاهای سلین، جیوار و از سراهی نودشه من مسیرم رو عوض کردم و از پیچ و خمهای گردنه تته به شهر مریوان رسیدم. شهر مریوان شهریه که همه اونو به اسم دریاچه زیبای زریبار و ماهی کبابیاش و کوهستان‌هایی که پوشیده از درختان بلوط هست میشناسید. اومدم اورامان، منطقه اورامان و سد داریان، جایی که تقریبا فکر کنم 6 هفته اینجا زندگی کردم و کار کردم. خیلی منطقه دوست دارم. آقای تاجران، آقای حسین پور، آقا مهدی آقا، آقای باباپور، آقای زن، جاتون حسابی خالیه که نیستین ببینین سدی که ساختن و آبگیری کردن و چه مخزن با صفایی داره. کلی هم اینجا گردی و شرایط توریستی ایجاد کردن. مقصد سفر من این بار جایی بود که برای اولین بار در طول این سفرم اونجا زندگی کرده بودم و بسیار شوق داشتم که دوباره به اونجا برگردم. داریان همونجور که گفتم اسم روستاییه در کنار رود سیروان. ما هولوهوش 6 ماه به همراه دوستان عزیزم علی حسین پور، محمد تاجران و عزیزان دیگه اونجا مشغول کار در ارتفاع بودیم که در واقع مشینگ انجام میدادیم. سنگ هایی رو که در دیوارهای کوه به صورت غیر ایمن بودن اینها رو به صورت حالا مش های فلزی به هم میدوختیم و جزء مجموعه‌ای بودیم از کارگاه ساختمانی سد داریان. مسیرم به سمت روانسر و جوانرود برای من به نحوی بود که تمام اون روزهای خوش رو برای من یادآور میشد. اما با رسیدن به شهر پاوه یک احساس غرور و در واقع یک احساس امنیت خاصی رو اونجا کردم. به این دلیل که من اونجا زندگی کرده بودم، این مسیر مثل مسیرهای قبلی برای من ناشناخته نبود و خب پاوه شهر زیاد بزرگی نیست و تقریبا همه همدیگر رو میشناسن و اون زمانی هم که ما داریان کار میکردیم یا بعد از ظهرها یا آخر هفته ها بالاخره یه سری به پاوه میزدیم و حالا غذایی میخوردیم، لباسی میخریدیم، بستنی میخوردیم و تفریحمون بود. اما با رسیدن به پاوه و رسیدن به میدان اصلی شهر، من مسیری که به صورت سرپایینی بود به سمت روستای داریان رو داشتم میرفتم که ناگهان ماشین‌های روبروی من توی ترافیک بسیار سنگینی بودن و جلوی من بسیار باز بود. خب این ذوق و شوقی که به یه جایی که امنه، اینجا آشنا داری، خب بسیار دوست دارم. من دوستان خیلی خوبی رو دارم اونجا و اینکه خب گفتم حالا شاید یه آشنایی رو ببینم بعد مدت‌ها تو سفر، یه دستی بهش تکون بدیم و یه گپ و گفتی و اینا. یه مقداری رو موتور احساس غرور رو یه مقداری تند رفتم تو اون سرپایینی
تو این مسیر روبروی من که رو به من در واقع توی ترافیک بودم ماشینا، ناگهان یه ماشینی از وسط ترافیک یهو اومد بیرون که از تو ترافیک فرار کنه و دور بزنه بیاد توی مسیر من قرار بگیره و خیلی ناگهانی این کار انجام داد. منم با تمام اون در واقع مهارتی که داشتم موتور رو به سمت راست کشیدم، ولی دیگه نهایت خورجین جلو و عقب سمت چپ من برای دومین بار به جلوی اون ماشین گیر کرد و من خودم از اون ماشین پرت شدم چندین متر، شاید 4 متر یا 5 متر جلوتر. خب اتفاق آنچنان بدی تو اون تصادف برای من و خب موتور نیفتاد و اینکه یکی از اون هدلایت های موتور از پایه شکست که همونجا یه جوشکاری بود، ما اونجا اونو جوشش دادیم و درست شد، منتها خورجین جلو کاملا پاره شد، از جاش در اومد که دیگه من نصبش نتونستم بکنم به هر شکلی و خورجین جلو رو یه جای عقب موتور نصب کردم و به راه افتادم به سمت روستای داریان. به سمت روستای داریان حرکت کردم. شب رو در یک کافه بین راهی یک آلاچیقی رو اجاره کردم و خب اونجا خوابیدم و صبح اول وقت بیدار شدم و در حاشیه رود سیروان به سمت روستای گردشگری حجیج، روستای پلکانی حجیج، جایی که یک روزی اونجا یه چشمه بود، البته الان هم هست ولی خب دیگه زیاد حالت اون چشمه رو نداره. چشمه بل که یکی از با کیفیت ترین آبهای معدنی دنیاست یا به عبارتی یکی از پیورترین آبهای معدنی دنیاست که یادمه در زمان ساخت سد داریان یک تیم خارجی اونجا بودن که مسیر خروجی در واقع اون چشمه رو تغییر بدن که آب با آب مخزن سد در واقع تلفیق نشه که از کیفیت و خلوص اون آب کم نشه. دبی آب بسیار بزرگی داشت. یادمه اون زمانی که ما اونجا کار میکردیم یک کبابی اونجا بود و ما خیلی از روزها میرفتیم اونجا و حالا کباب میخوردیم و چنجه میخوردیم و دیگه کردستانه و واقعا خوردن گوشت و کباب اونجا یکی از لذت‌های بزرگ سفر به اونجاست. خب سلام، وقت بخیر. اومدیم چشمه بل. یه زمانی اینجا کبابی بود، نونی بود، میومدیم اینجا اشغالی، ولی خب الان دیگه اینجا کبابی نداره. شما دبی خروجی ها رو نگاه کنید چه چشمه پرفشار و غنیه. این پایینش هم دیگه بساط شیشه و قایق سواری و شنا و ورزش‌های آبی و دیگه حسابی اشغال میکنن اینجا. منم امروز اشغال میکنم چون دیگه تیشرت پوشیدم، منتها پروتکشن ها همچنان تنمه تکمیل، ولی خب دوست دارم برم یه جای کنار این آبه بزنم تو آب چون واقعا گرمه. فعلا با اجازهتون در ادامه روستای حجیج یه جایی در حاشیه رود در واقع سیروان به مسیری رفتم که حالا ماشین های در واقع شوتی یا کولبرها از اون مسیر، من یادمه که یه سری اجناسی رو می آوردن و ما یه چیزایی رو یه زمانی از اونجا می خریدیم ازشون. این خونه سنگی رو می بینید که کو و مسیرهای مالرو زیادی که بهش منتهی میشه. میاد این ور آب و از این مسیر خاکی اینجا که این موتور پارکه با این ماشین شوتی ها از این مسیر میاد میره تو مسیر نودشه و میره سمت کاوه. اما من واقعا رفتم که در رودخونه سیروان یک تنی به آب بزنم. موتور رو پارک کردم و رفتم یه تنی به آب زدم و یه آفتابی گرفتم یکم. بعد از تصادف دوست داشتم زمان بگذره و من یه ریلکسی بکنم و دوباره به آغوش اون طبیعت برگردم و خب اون حالتی که داشتم و استرسی که بعد از تصادف همراه من بود یه مقداری در من کاهش پیدا کنه و کمتر بشه.
در ادامه به سمت روستاهای سلین و ژیوار و اینا داشتم میروندم که یه موتوری رو دیدم در دور یه درختی رو به شکلی که حالا گل دور درخت رو گل میمالید که یه سمقی از اون درخت خارج کنه. من اولش فکر کردم داره مثلا میخواد درخت خشک کنه که بعداً درخت رو نمیدونم قطعش کنه و زغال درست کنه. خب این طرز فکری که ما نسبت به طبیعت مقداری بی‌رحمیم همیشه پس زمینه ذهن من هست. در واقع فکر میکنم درستم باشه، اما به محضی که راه افتاد این دوست من با موتور، من بهش رسیدم و گفتم آقا چیکار میکردی اونجا؟ خب اونم دیگه منو با اون موتور و اون وسیله ها دید و گفتش که آره ما داریم یه در واقع سمق اون درخت رو خارج میکنیم که یه مدل آدامس درست میکنیم. حالا اسم این آدامس سقلزه یا نمیدونم یه چیزی شبیه این، که این آدامس یا آدامسیه که بعد حالا یه سری فرایند، یه آدامس خیلی با کیفیتیه که این صادرات انجام میشه روی این کار و این داستان ها. منتها قسمت جالبش این بود که اون آقا کاملا نسبت به نوع سفر من آگاهی داشت، چون که یکی از دنبال کننده های هومن راورپور عزیز بود. و راستی یه پسره هست مشهدی. کی؟ هومن، نمیدونم فامیلیش چیه. راورپور، هومن راورپور. آره خیلی بچه خوبیه. از کجا میشناسیش؟ یوتیوب فیلم میذاره. تو یوتیوب میری؟ آره. جدی میگی؟ پیجم داره. پیج داره. آره. جدیدن رفته بود آفریقا. برزیل بود و سمت من آفریقا شو دیدم. برزیل. یوتیوب شو داری میبینی؟ آره یوتیوب هنوز فیلمای افریقا رو فکر میکنم داره میذاره. برای من و تو هم کار میکنه. آره. خب این گلایی که بردی چیکار کردی؟ برای چیزه، برای آدامس کوردی بهش میگن. آدامس کوردی، سقز. آدم سقز. اینا رو از چی میگیرین؟ از شیره درخت پسته کویی بهش میگن. اینا رو پایین گلا رو پایین درخت ها مثل یک کاسه چیزی درست میکنین. من دیدم تو راه چند تا. بعد تیغ میزنین درختو؟ بله، بعد تبر تیغ میزنن، بعد یه ما برداشت میشه. برای من بسیار هم جذاب بود، هم در واقع خیره کننده بود که در یک روستایی، در یک کوره روستایی، در واقع در کوهستانات کرمانشاه و اورامانتخت، یه آدمی که داره یک کار خیلی ساده رو انجام میده، دسترسی داره به یوتیوب و علایق خودش یا اون چیزی که دوست داره رو داره از شبکه یوتیوب نگاه میکنه. برام بسیار جذاب بود. از اون کوههای اون آخر دقیقاً استان کردستان شروع میشه و منطقه اورامانات. ادامه سفر رو دادم تا رسیدم به روستای ژیوار و از رودخونه سیروان گذشتم و در کوچه پس کوچه ها و باغات سیروان گشت و گذاری کردم. اما وسوسه عبور از پیچه یا گردنه تته همچنان در من بود. مسیر من از ادامه روستای ژیوار یه راست میرسید به حالا اورامانتخت یا اورامانات، مزار پیر شالیار، روستای گردشگری ژیوار. چقدر انگور! قسمت اورامانات یا منطقه اورمان با توجه که بسیار گرمه خیلی خوشمزه، اما من دوست داشتم از پشت در واقع برسم و باید این مسیر رو برمیگشتم دوباره به سمت حالا سلین و در واقع روستای حجیج و از سراح نودشه باید میرفتم به سمت اورامانتخت، منتها از یه مسیر دیگه حاشیه رودخونه نبودم و میرفتم مسیر کوهستانی که اون هم یکی از زیباترین، پرپیچ و خمترین و در واقع سختترین خیلی چالشی بود، اما عبور ازش واقعا لذت بخش بود. بعد از عبور از گردنه تته دیدم به شهر اورامانتخت رسیدم در واقع و اونجا در کنار آرامگاه یا مقبره پیر شالیار، کنار خیابان، دقیقاً کنار خیابون توی پیاده رو من چادر زدم و میتونم بگم که یکی از چادرهای خیلی خوبم توی ایران بود. یه چند دقیقه بود که من چادر زدم. البته خب سوال کردم از یک مغازه‌ای بود که روبروی اون پیاده رو بود و یه سری کالاهای صنایع دستی میفروخت و اینا. من از سوال کردم که من میتونم اینجا چادر بزنم؟ گفت آره چادر بزن.
و گفتم امنه؟ گفت اینجا همه چی امنه، واقعا خیال راحت باشه. من پس زمینه ذهنی داشتم که واقعا اونجا امنه، یعنی اتفاق خاصی قرار نیست برای تو بیفته. اما چند دقیقه بعد یه خانواده دیگه اومدن اونجا کنار من چادر زدن و پسر این خانواده یه آقا پسر خیلی کوچیکی بود که این با من رفیق شد و اومد رفت موتور نشست و اومد تو چادر من و یکم گفتیم و یکم خندیدیم و دوست داشت سوار موتور بشه، یه دوری بزنه. حالا یه دور کوچولی با هم دیگه با موتور زدیم و در واقع شام منو مهمون کردن. دوباره مهمان بودم، به کباب خوردم، یه دیس برنج و کباب و سبزی خوردن، یه سفره کاملا ایرانی. این دوستان منو دعوت کردن و بعد از خوردن کباب دیگه باید میخوابیدیم. شب رو خوابیدیم و واقعا برای اولین بار بود که کنار خیابون تو پیاده رو دقیقاً حاشیه خیابون اصلی من خوابیدم. تا صبح متوجه شدم چند نفری کنار من ترمز زدن، حالا موتور ماشین، و یه نگاهی کردن و یه عبوری کردن از کنار من رفتن و هیچ اتفاقی، هیچ وایب بدی من از اون کمپم نداشتم. خیلی جای عجیب غریبی بود. توی اون مسیر بسیار جا بود که من میتونستم کمپ کنم، بسیار جای زیبای طبیعی، حالا هاستل یا اقامتگاه بومگردی. اما نمیدونم چی شد که من دوست داشتم واقعا کنار خیابون توی پیاده رو بخوابم و اونجا خوابیدم و یکی از کمپ‌های بسیار عالی من شد. برای دومین بار بود که من در اورامان تخت بودم. اورامانات به جرئت میتونم بگم یکی از مناطق زیبای گردشگری ایرانه، چه به لحاظ ساختار معماری و چه به لحاظ فرهنگی که اونجا حاکمه و صد البته غذا. اگر از گوشت و دنده کباب و چنجه و اینا بگذریم، ما در کردستان یه غذایی رو داریم که بنده واقعا عاشقشم، بسیار دوست دارمش و واقعا دلم تنگ میشه برای خوردن این غذا و یکی از لذت‌های سفر برای من چشیدن طعم‌های مختلفه. کلانه، نام اون غذایی که من دارم بهتون میگم کلانه است. یه شکلیه که در واقع روی یه سینی یا یه تنور داغی یا یه در واقع یه پلیت داغی خمیر رو پهن میکنن با روغن محلی و مابین اون در واقع خمیری که به صورت گرد در اومده، مابین اون پیازچه‌های کوهی و یه سری دیگه سبزیجات و اینا میریزن، دقیقاً نمیدونم چیه، و اونو تا میکنن، دوباره از اون پیازچه میریزن داخلش، دوباره روغن میزنن و در واقع در نهایت مثل یه مثلث یا یک اسلایس از یک پیتزا در واقع این حاضر میشه و بسیار خوشمزه است. و نوشیدنی مکمل کلانه دوغه. شما فکر کنید یک غذای چرب، یه نون چرب و چیلی رو خوردین، بعدش هم یه دوغ محلی رو میخورین، یه لیوان 2 لیوان دوغ میخورین. خب من هر موقع کلانه میخورم حداقل 2 یا 3 تا میخورم، یعنی 2-3 تا رو برای حالا رفع گرسنگی میخورم، یه دونه هم برای چشمام میخورم که در واقع چشمام سیر بشه، چون میدونم کردستان راهش نسبت به من خیلی دوره. حداقل 2-3 تا میخورم که قشنگ چه به لحاظ حالا چشمی و چه به لحاظ حالا گرسنگی تامین باشم. و بعد از 2-3 تا کلانه واقعا با یه لیوان دوغ آدم راه نمیفته، حداقل 2 یا 3 لیوان دوغ لازمه تا شما بتونید اون غذا رو هضم کنی و واقعا بچسبه بهت غذا. خلاصه دوغم که یه مقداری خواب‌آلود میکنه آدمو و من باید اورامانات رو به سمت مریوان ترک میکردم. بعد از ترک اورامانات به سمت مریوان که در واقع باید از بالای کوهستان‌های حالا زاگرس، قسمتی از زاگرس به سمت مریوان حرکت کنیم، دقیقاً در یک جای دیگه ما بسیار نزدیک میشیم به مرز عراق. اسم اون لوکیشن اگر که اشتباه نکنم دزلی هست، یه گردنیه که یعنی از شما از سمت اورامان که به سمت مریوان میریم، این پیچه به سمت راسته، یه دره بسیار عمیقه و واقعا اگر هوا صاف باشه و کنار شما یه آدم محلی باشه که جغرافیای اونجا رو بهش مسلط باشه، بهتون میتونه بگه که اونجا کدوم شهر یا کدوم روستای عراقه، چون شما به وضوح میتونید اون رو ببینید و
دیگه جزو نزدیکترین مرزها یا جاده‌های عبوری ایران به عراق بود. از اونجا عبور کردم و نرسیده به شهر مریوان. یه شهر کوچیکی بود. نماد این شهر یه پروانه بود و پروانه برای من خیلی جذاب بود، چون من از شهر سنندج که در واقع در مسیر رفتم به کرمانشاه عبور می‌کردم، یه حال و هوای عجیبی سمت من اومد. این که فکر می‌کردم این تنهاییه، این مدت زمان طولانی که من دارم تنهایی سفر می‌کنم و این کلاکاسکی که رو سرته یه مقداری تو رو از حال و هوای بیرون جدا می‌کنه و دائم با خودت حرف میزنی، شعر میخونی، آواز میکنی و گله میکنی، غر میزنی و همه داستانا دوباره توی گوش خودت تکرار میشه. من احساس کردم مثلا چندین بار، حالا نمیدونم درستش گله است چیه، گله‌های بزرگ یا تعداد زیادی پروانه میدیدم و فکر میکردم که من یکم زده به سرم و باورتون نمیشه چندین بار توقف کردم که شاید پروانه رو زمین ببینم. یه دونه پروانه من دیدم روی زمین و اون یه دونه پروانه هیچ وقت خیال من راحت نکرد که اون چیزی که من دیدم توهم نبوده، واقعیت بوده. اما با دیدن این پروانه در میدان اصلی شهر متوجه شدم که خب قطعا باید این داستان پروانه اینجا واقعیت داره و توهم نیست. به هر حال به شهر مریوان رسیدم. مهدی از دوستان و همخدمتی‌های برادرم حسین در دوران سربازی بود که خب اهل مریوان بود و خب از طریق برادرم حسین خبردار شده بود و منو به خونه‌اش در مریوان دعوت کرد. یک دوست عزیزی هم داشت به نام کاک فردین که فردین عزیزم موتور سوار بود، تعمیرگاهی داشت و در واقع من تو مدتی که تو 2 روزی که مریوان بودم دائما با مهدی و فردین بودم. اتفاق جالبی که برای من توی مریوان افتاد با توجه به اینکه 2 دوست خوب اونجا داشتم این بود که تونستم در واقع به یکی از رویاها یا اون چیزایی که دوست داشتم برسم. من از اول سفر در حسرت این بودم که بین این جنگل‌های بلوط رو برم ببینم و همه چی رو من همیشه از پایین میدم. الان قسمت شده که بیام اینجا و کوههای اطراف مریوان من یه موتور سواری کردیم، هم از بین این بلوط‌های خوشگل اومدیم و کلی بلوط دیدم، کلی حال کردیم. این 2 تا رفیقمونم جلو دارم میرم. من همیشه تو این جاده‌ها که میروندم این جنگل‌های بلوط رو میدیدم، همیشه دوست داشتم که خب بزنم به بیراهه و برم داخل این جنگل‌های بلوط و بین این درخت‌ها عبور کنم. در یه بعد از ظهری در مریوان به همراه مهدی و فردین عزیز به همراه موتور بنده و موتور آقا فردین به کوهستانات اطراف مریوان رفتیم. در واقع به بام مریوان رفتیم. این تمام شهر مریوان اطرافش، یعنی دریاچه زیبای زریباری، خط سیاه را اگر ببینید و این شکافی که اینجا هست و خب در ادامه اون طرف دریاچه هم میبینید یه چیزی. اونجا چای آتیشی خوردیم و یه آتیشی درست کردیم و مسیر موتور سواری بود. در مسیر ما یه سربالایی داشتیم که خاکی بود. موتور من خب خالی از هر گونه تجهیزاتی بود، تجهیزات رو کاملا گذاشته بودم در محلی که اونجا اقامت داشتم، اما موتور فردین که موتور 200 cc حالا ایرانی یا هر چی دیگه بود اون مسیر رو راحت رفت بالا، اما موتور من نرفت و نتونستم برم و فردین اومد پشت موتور من نشست، موتور من بالا نیومد و خب از یه مسیر دیگه دوباره اون مسیر رو رفتیم بالا و خب این باعث تعجب هم من و هم مهدی شده بود که چرا یه هوندای 250 cc موتور به اون خوبی چرا اون در واقع مسیر خاکی رو بالا نمیاد و یه موتور حالا ساده تر و نسبتاً ضعیف‌تر اون مسیر رو اومد بالا. اینجا همه چی به نوبته. اول گوسفندا باید برم بعد ما. چرا خاک خوردن. برو بچه.
بعد از برگشتن که واقعا جزو رویایی ترین مسیرهای من در کردستان بود که از بین این جنگل‌های بلود در جاده‌های خاکی میروندیم و میومدیم و ویوی بسیار بسیار زیبایی رو از شهر مریوان و دریاچه زیبای زریبار از بالا میدیدیم. وارد شهر شدیم و در واقع برای توقف و خوردن یه بستنی مخصوص به پیشنهاد فردین توقف کردیم. تا دوستان مشغول گرفتن بستنی بودن، نگاه من با آسمون و به روی یک تیر چراغ برق جلب شد که احساس کردم لونه یک پرنده اون بالاست و ادامه پیمایش جنگل‌های بلوط شمال مریوان ما بایستیم بستنی بخوریم. یهویی دیدم که توی یکی از لوکیشن‌های توریستی شهر مریوانم اینجا مردم محلی یه لونه‌هایی درست کردن، هر ساله لک ها میان اینجا. اینا الان مجسمه نیستن واقعی، خیلی واقعی. من میخواستم اینجا بیام ولی یهویی شد دیگه. حالا تو جنگل هم گویا کلی از این جاها برای لک‌ها تعبیه کردن. مردمان اون روستا برای اینکه این لک‌ها اینجا رو جای امنی بدونن، یک سری لانه رو برای اینا طراحی میکنن، درست میکنن و حتی به من گفتن که یه سری ستونهایی هست که حتی در واقع وظیفه انتقال خطوط برق رو نداره، فقط این ستونها رو زدن که لک‌ها بیان اونجا لونه بسازن و در واقع اونجا زندگی کنن. خب این هم جز شگفتی هایی بود که در طول این سفر من در کردستان برای من اتفاق افتاد. اما برگردیم به داستان موتوری که در یک سربالایی برای من دغدغه ذهنی ایجاد کرده بود که آیا اتفاقی افتاده برای موتور و آیا چرا اون سربالایی رو موتور من بالا نیومد. روز بعد به همراه فردین و مهدی به تعمیرگاه موتور رفتیم و خب موتور رو باز کردیم. باید برگردم به چند اپیزود قبل، زمانی که در واقع خیلی اتفاقی من از خونه پسرخاله خودم خارج شدم به سمت قزوین و دره علموت و 2000-3000 لاهیجان. اما به محضی که موتورم رو با اون بار و بندیل از توی پارکینگ خونه پسرخالم در آوردم در تهران، یه آقایی رو من دیدم که بعداً این آقا و دوستانشون بسیار به من کمک کردن. من به صورت اتفاقی سامان شریفی عزیز رو دیدم و ایشون اون زمان مدیر کمیته موتوتورینگ ایران بودن و اصلا هم همدیگر نمیشناختیم. به من گفتش که داری چیکار میکنی؟ موتور مال کیه؟ کجا داری میری؟ چه کار داری میکنی؟ من گفتم آقا ما مشهد اومدیم میخوام بریم قطب شمال. به سلامت فلان. در واقع برخورد همه دوستان با من این بود. یعنی حتی من خودم هم الان دارم اعتراف میکنم که نمیدونستم که این کار بزرگ انجام میشود یا نمیشود، اما همه به یه مزاحی به من نگاه میکردن در کل این مسیر و میگفتن خب نهایتا یه ترکیه، یه بلغارستان رومانی محمد مهدیان میره برمیگرده. اما سامان شریفی باعث شد که من با امید خسروی آشنا بشم. امید خسروی که حالا همه موتور سواران احتمالاً بشناسنش، یه تعمیرگاه موتور داره، یه آدم بسیار باسواد، بسیار فنی، بسیار خاکی، بسیار متعهد، بسیار گل. دیدن این فرد یعنی سامان شریفی باعث شد که خب من یه پشتوانه حرفه‌ای همراه خودم داشته باشم در سفر و آشنایی من با امید خسروی این بود که من یک در واقع یه آدم تکنیکال فنی رو به عنوان بکاپ با خودم داشتم که بارها و بارها در طول مسیر موتور من هر زمان به مشکلی میخورد یا احساسی میکردم، امید چه به صورت تصویری، تماس تصویری، چه به صورت فرستادن ریپر منوال یا پارت نامبر یه قطعه‌ای که می‌خواستم بخرم یا اینکه اگر یه قطعه رو یا یه جایی از موتور رو قرار بود من باز کنم، امید اینا همه رو برای من از یوتیوب دانلود می‌کرد و اون کار رو برای من می‌فرستاد و میگفت محمد این کار رو انجام بده تا موتور درست بشه. و این اتفاق و این خوشبختی در واقع از دیدن این دوتا دوست در مریوان به داد من رسید. من خب میگم تجربه موتورسواری آنچنانی نداشتم و خب 5000 کیلومتر مسیر خاکی که تا الان اگر در اپیزودهای قبل دیده باشید عبور کرده بودم و
موتور من دیگه نفس نداشت به اصطلاح فنی و زمانی که موتور رو باز کردیم و من تماس گرفتم گفتن که فیلتر هوای موتور رو توی چک بکن. زمانی که فیلتر هوای موتور رو دیدم که واقعا وضعیت اسفناکی رو داره، کاملا مچاله شده، کلی در واقع کثیف شده، یه مقداری روغن زده بود بالا، اون روغنا با در واقع گرد و غبار تلفیق شده بود و یه دیواره خیلی سفت و محکمی رو روی فیلتر هوای موتور ایجاد کرده بود. خب فیلتر هوای موتور رو به ناچار شستیم و تمیز کردیمش و خشکش کردیم و باد گرفتیم و من میبایستی مریوان و دوستان عزیزم رو ترک میکردم تا در یک روز خاص در یک محل خاص حاضر باشم.